من این افرادی که این شخص رو اجازه ندارن اون کارتی که دستش بود، پلاکارتی که دستش بود اونجا بیسته بیرونش کردن. من مقصر اونا رو نمیدونم، اصلا مقصر نمیدونم، به خاطری که این افراد شما نگاه کنید از نظر سنی، این افرادی بودن که نوجوانیشون و جوانیشون رو در ایران گذرانده بودن، در اونجا پرورش پیدا کرده بودن. یک بار من در یک جای خوندم چند سال پیش، حتی در تلویزیون یک روانشناسی درباره روانشناسی کودک صحبت میکرد. میگفت بچه از 1 سالگی تا 7 سالگی 75% اون محیطی که داره زندگی میکنه، اتفاقاتی که در اطراف میفته توی کامپیوتر مغزش ضبط میکنه، ولی چون هنوز به اون سنی نرسیده نمیتونه از این چیزایی که ضبط کرده استفاده کنه. در زمان استفاده خواهد کرد. خب این آقایونی که تا سن 20 سالگی 22 سالگی در ایران بودن و اینجا هم از طرف رهبرشون خانم مریم رجوی درباره دموکراسی صحبت کرده، ولی ناخودآگاه یادشون میره که توی یک کشوری هستن و بهشون هم گفتن که باید دموکراسی رو رعایت کنیم. نه فقط مجاهدین، من خودم شاهد بودم. فکر کنم ویدیوش هم دارم، چون من خیلی انتظارات ویدیو رو میگرفتم. در همین لس آنجلس جلو فدرال بلدینگ بین دو گروه، بین چند نفر دعوا شد. کی؟ طرفداران شاهزاده رضا پهلوی. حالا ممکنه که خانم مریم رجوی و شاهزاده درباره دموکراسی هم صحبت میکنن و میگن دموکرات باید باشین، ولی اون اشخاصی که طرفدارانشون این چیزا یادشون میره، چون در کشوری ما زندگی نکردیم که در طول تاریخمون دموکراسی باشه. در زمان محمد رضا شاه این اواخر واقعا یک مقداری اون دموکراسی داشت توی جامعه، داشت الفباش مردم داشتن یاد میگرفتن، الفباش تازه، یعنی کلاس اول بودن یا کلاس دوم بودن که انقلاب شد. ولی اینه که ما همش دموکراسی، نه آقا، دموکراسی خیلی مسائل دیگه در کنارش هست. شما باید تو جامعه باشی. اینا تو جامعه نیستن، درسته تو آمریکایی هن، درسته تو فرانسه هن، ولی تو جامعه فرانسه، تو جامعه آمریکا نیستن. مثلا میگن آقا ما بعد اینکه ما 40 سال تو آمریکای تانکسگیوینگ که میشه، نه واقعا سر سفره که همه روز تعطیلن دیگه، ایران تانکسگیوینگ رو میخوان اجرا کنن، دور اون سفره، دور اون میز اکثر فامیلا شدن، رفیقا شدن، نشستن، همه ایرانی. حالا ممکنه که در یک خانواده مثلا دخترشون پسرشون با یه خارجی آمریکایی ازدواج کرده، اون میشه، ولی رابطه اونجوری ندارن. از صبح که بلند میشن با ایرانی رو بودن، میرن فروشگاه ایرانی میرن، هر کاری که دارن با ایرانی هن. بعدم میگم آقا تو آمریکاییم. نه آقا، شما تو آمریکا هستین ولی حضور ندارین تو جامعه که اون دموکراسی رو لمسش کنین. نسل جوان نه، نسل جوان فرق کرده، اینجا بزرگ شده، سلولهای بدنش تمام این آداب و رسوم و فرهنگ اینا رو گرفته. من که 60 سال آمریکایم، من همین جوجبه 60 سال آمریکایم. گاهی اوقات واقعا با وجودی که خانمم آمریکایی، تو جامعه آمریکایم خیلی بودم، تو جامعه همه جای آمریکا رو رفتم، ولی گاهی اوقات یک لحظه یادم میره از دموکراسی. چرا؟ برای که منم پرورش پیدا کردم در همون کشوری که 7000 سال تاریخ داره، 2500 سال شاهنشاهی داره، ولی دموکراسی اونجوری نداشته. یاد نگرفتیم. شما همه چی رو در نوجوانی، جوانی یاد میگیری. شما در سن 30 سالگی که پیانو نمیتونی یاد بگیری، حالا باید یاد بگیری، قد باز زحمت بکشی کرد، ولی یه بچه 7 ساله میینه آقا بهترین داره پیانو میزنه، 2 سالم پیانو میزنه. دموکراسی خیلی چیزا داره، خیلی چی میگن تبصره ها داره، خیلی
چیزای ریزی داره که اینا جمع شده دموکرات، شما دموکراسی. اینه واقعا من قصد فکر نیست به جور نشون دادم، قصد توهینشون نه. همه ماها، همه اون نسلی که اول اومدن سنم رفته بالا، یا نسلی که اینجا در سن 25 سالگی حالا شده 40 سالگی 50 سالگی، اینا همه این ماها هنوز نمیتونیم دموکراسی رو هضمش کنیم. و در یک برنامه من بودم گفتم آقا نمیخوام تو تلویزیون پارس بدم، اسم نمیبرم، مهمان بودم، گفتم ببخشید آقای فلانی، این دموکراسی که شما میخواین در ایران پیاده کنین و شاهزاده هم درباره صحبت همه صحبت، این چی دموکراسیه؟ دموکراسی که در آمریکا هست امکانش در ژنو نباشه، نروژ نباشه، یه چیزی زیادتر باشه یه چیزی کمتر باشه، در بلژیک نباشه، در آلمان فرق داشته باشه. ولی خب جواب واقعا درست به من نداد.